سلام، من مجتبی زلفیگل. امروز میخوایم با همدیگه قلم دیجیتال ایکس پی پن دکووان ورژن 2 رو بررسی کنیم. بریم ببینیم.
محصول تو قسمت آنباکسینگ دیدیم، اما الان میخوایم بریم سراغ تجربه کاربری. در مرحله اول اگر شما نرم افزار پن تبلت ایکس پی پن رو دانلود کرده باشید، یه همچین صفحه براتون باز میشه که یه خیلی امکانات بهتون میده. من اینو بیارم این سمت تو دوربین بهتر پیدا باشه، ضبطم میکنم براتون میذارم، اصلا بذارمش همینجا باشه. خب تو قسمت اول ورکریا رو داریم. اگه شما مثل من چند تا مانیتور داشته باشید، راحت میتونید اینجا کاستومایز کنید که این تصویری که روی قلم دارید کار میکنید این محدوده فعالش برای کدوم مانیتور باشه، مانیتور سمت چپ، مانیتور سمت راست و یا هر دو تا مانیتور. خب ما الان مشخص کردیم که این محدوده فعال قلم برای هر دو تا مانیتور فعال باشه و کل این دیسپلی رو ما اینجا توی این محدوده داریم. تو قسمت دوم این نرم افزار میریم سراغ پن ستینگ که تنظیمات خود این قلمه و یه خیلی تنظیمات بهتون میده که چجور سرعت این قلم رو کنترل کنید. حالت موس مود داره و این قلم میگه میشه مثل مود. الان اینجوریه که این محدوده با این محدوده مانیتور مساویه، ولی اگه بذاریدش رو حالت موس مود دیگه قلمتون تبدیل میشه به یک موس تو این حالت. و در قسمت آخر که اکسپرس کی هستش، ما اینجا شورتکات ها رو داریم. 8 تا دکمه اینجا داریم، 2 تا روی خود قلم، 10 تا دکمه رو راحت میتونید کاستومایز کنید و هر شورتکاتی رو که توی نرم افزارهای مختلف نیاز دارید خودتون میتونید به این قلم بدید، خیلی راحت. خب قبل از اینکه کار با فتوشاپ شروع کنیم باید بگم که این قلم رزولوشن مدل 5080 LPI داره که در هر اینچ 5080 خط رزولوشن این صفحه است و حساسیت خود قلم معادل 8192 پله است. یعنی شما از نازک تا کلفت ضخامتشو میتونید روی 8192 پله تنظیم کنید که رقم خیلی خوبی محسوب میشه. اگر بخواید این قلم رو توی برندهایی مثل وکام داشته باشید باید یه چیزی معادل 15 میلیون تا 20 میلیون تومان هزینه کنید و با قیمت مناسبی که این قلم داره خیلی حساسیت خیلی بالایی رو بهتون میده و واقعا راضی کننده است. توضیحات رو تکمیل میکنم. این قلم قابلیت خوانش زاویه هم داره که شما اگر با زاویه روی این قلم کار کنید اوپاسیتی طراحیتون رو کم میکنه و با اوپاسیتی کمتر میشه، به درد سایه زدن میخوره تو زاویه کار کردنش. خب الان میخوایم تستش انجام بدیم. بله ببینیم که این قلم اصلا نه کوچیک میشه نه بزرگ میشه. چرا؟ چون که من اون تنظیماتی که روی فتوشاپ انجام دادم برای این قلم رو اعمال نکردم و خیلی ساده الان میایم اعمالش میکنیم. خب دوستان میریم سراغ تست قلم. با اینجا الان من یه خط زیبا براتون بکشم که میبینید. بله قشنگ ضخامتش تغییر میکنه با مقدار فشاری که بر روی قلم میارید و همینطور اگر زاویه دار، الان نگاه کنید من قلم با زاویه دستم گرفتم، زاویه دار خط بکشید باز ضخامت تغییر میکنه و اوپاسیتی کمتر میشه، برای سایه زدن خیلی مناسبه. و اینکه اگر بخواید این تنظیمات رو اعمال کنید باید روی فتوشاپ توی سری تنظیمات اعمال کنید که تو سایت خود ایکس پی پن توضیح داده که فتوشاپ قلمش براشش رو چجور تنظیم کنید که قلم رو ساپورت کنه. و در نهایت باید بریم سراغ تست قلم با گوشی. قبل از اینکه بریم سراغ تست قلم با گوشی باید بگم که این قلم به درد کسایی میخوره که گرافیستن، طراحن، انیماتورن و یا مدرسان. و اما یه نکته اینجا وجود داره، کسایی که مدرسن این حساسیت 8192 پله‌ای قلم و اینکه خوانش زاویه تا 60 درجه به دردشون نمیخوره. این به درد بیشتر به درد طراحا و دیجیتال آرتیستا میخوره. و کسایی که اگه تدریس انجام بدید، تدریس آنلاین انجام بدید، میتونید قلم هایی رو بخرید که قیمت پایین تری دارن و این حساسیت ها رو ندارن. خب دوستان من الان قلم رو به موبایلم متصل کردم، یه دونه کابل آبی که نه، یه دونه رابط تایپ سی و رابط OTG داخل خود کارتون قلم بود که حالا گوشی من تایپ سی بود، از مدل تایپ سیش استفاده کردم
و اینکه این قلم رو به هر گوشی که اندروید بالای 6 داشته باشه میتونید متصل کنید. آیفون ها رو تست نکردم، اگه شما فکر کنید به آیفون متصل میشه برام تو کامنت ها بنویسید. من تا حالا انجام ندادم این کارو و چیزی هم در موردش نخوندم که آیفون وصل بشه، یعنی ولی کنجکاو شدم که بدونم. آیفون هم نداشتم تست کنم. و اما بریم سراغ کار با این قلم توی گوش. ببین خیلی راحت، من الان میرم توی یه دونه نرم افزارهای متداول که دست همم هست، اینستاگرام. خیلی ساده میگیم یه عکس میندازیم توی اینستاگرام و یه عکس هم انداختیم و طراحی شروع میکنیم. این که بهتون میگم برای اینه که نرم افزار خاصی نداره رو موبایل. شما تو هر نرم افزاری که تا الان کار میکردید خیلی راحت میتونید با این قلم بهش کانکت چید و هیچ مشکلی از اون بابت ندارید. میریم اینجا تو قسمت رنگ ها یه رنگ تیره رو انتخاب کنیم بدیم بهش و سایزش هم الان خوبه. بسیم که سلام، من مجتبی زلفی گل هستم. بعد خطم خودتونید، همینی که هست. و اینکه در نهایت نکته دیگه ای نمیمونه، توی نرم افزارهای موبایلی اگه بخواید کار کنید باید با خود همین هندلایی که تو خود نرم افزار بهتون میده سایز قلم کوچیک بزرگ کنید. توی موبایل دیگه خبری از اون حساسیت 8192 پله‌ای نیست. دیگه نمیتونید زاویه قلم رو تغییر بدید که اوپاسیتی قلم کم بشه. مثلا باید بیاید اینجا این حالت رو انتخاب کنید که بتونید با اوپاسیتی کمتری طراحی انجام بدید. و اینکه قلم دیگه نکته دیگه ای نداره، همه نکات رو گفتم. اگه شما تجربه کار با این قلم رو داشتید برام بنویسید. و اینکه تا بررسی دیگر، خدا یار و نگهدار.